الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مفاهیم هم وجود داره. قسم قیما در جلسات قبلی در باید صحبت کردیم. دیگر فوایدش هم است که میتونه به 3 گزینه تقسیم شود: فواید فیزیکی، فواید روانی و همچنان فواید اجتماعی روزه. درست است؟ پس میریم درباره فواید فیزیکی از صحبت میکنیم. تا جایی که معنای روزه دوری کردن از غذا، آب و همبستری کردن از صبح وقت الی شام است و معده هم یک ارگان مهمی از بدن است که بیشترین از امراض را در خود داره. به همین خاطر رسول مبارک ما صلی الله علیه وسلم فرمودند که در احادیث ابن ماجه و حدیث 3349 گفته شده که هیچ چیزی در روی زمین پیدا نمیشه تا اولاد آدم بتونه او را از چیزهای بد پر کنه، اما معده فقط به مو اندازه کافی است که به پای خود استوار استاد باشه و بتونه کار کنه. و اگر میخواد که بیشتر بخوره باید معده خود را به 3 بخش تقسیم کنه که یک بخش به آب، یک بخش به غذا و یک بخش هم باید به هوا اختصاص بده. خب بیشترین امراض ریشه میگیره از معده به خاطر که مرکز اصلی باکتریاست. خب وقتی که ما غذا میخوریم از دهن ما میره به معده و همونطور تمام سیستم هاضمه ما رو مصروف نگاه میداره در جریان روز و هیچ وقفه هم نمیگیره. اما وقتی که ما روزه میگیریم، همین معده که یک عضو بسیار ظریف بدن است که همزمان هم یک عضو ظریف و بسیار مهم بدن است که در جریان روز و فعالیت است. خب در همین جا است وقتی که ما روزه میگیریم اینمی عضو بدن ما وقفه میگیره و راحت میشه و تمام اسید و تیزاب بدن از بدن خارج میشن. خب روزه گرفتن از لحاظ فیزیکی به بدن بسیار خوب است که تمام اسیدها و تیزابها را خارج میسازه از بدن و در بسیاری از امراض کمک میکنه. خب تاثیرات روانیش چیست که بالای روان مردم تاثیر میکنه؟ فکر میکنم که مطلب بسیار مهم است. خب وقتی که صحبت سر ابعاد روانیش باشه، روزه گرفتن کمک میکنه تا با حوصله تر شویم و استقامت داشته باشیم و کمک میکنه شخص را که کنترل نسبت به خود را پیشرفت بده و همچنان در دستگیری از کارهای بد هم انسان را کمک میکنه. خب در کل ترینینگ خود انسان و پیشرفت خود انسان در اینجا بسیار بالا میره. فایده اساسی روزه گرفتن بر روان انسان استقامت داشتن و صبور بودن می باشه و شخصی که اعتماد به نفس نداره و میگه من این کار نمیتونم، باعث میشه که اون شخص بگه نخیر من این کار میتونم و همچنان در حالت بخشیدن به جسم و روح هم کمک میکند. خب در کل تمام ابعاد را پیشرفت میده در زندگی یک انسان و روزه گرفتن یک نوعی از تمرین است و حتی کمک میکنه تا در رفتار و رویه انسان تغییر بیه که تغییرات در رفتار و رویه واقعا بسیار سخت است که یک شخص با یک کار عادت کرده باشه و او کار را تغییر بده و قسمی که ما میگیم که بالاترین جهاد علیه نفس است. این به این معنی است که کوشش کردن در مقابل خود روح انسان است. خب تغییر دادن یک انسان یک چیز بسیار سخت است که روزه میتونه این کار کنه. خب وقتی که میبینیم جهاد یک چیز بسیار مهم است و وقتی که ایره ما علیه خود نتونیم، پس در میدان جنگ خب بیخی ناممکن است که ما علیه کسی دیگه و دشمن جهاد کنیم. اینمی دلیلش بود